سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام نحوه ساخت و دریافت اکانت 30 روزه ایزد وی پی ان رو بهتون آموزش بدم. یه وی پی انیه که با هیچ اپراتوری فعلا مشکل نداره، راحت میتونید وصل بشید. اگر که از این ویدیو تا انتها دیدید و خوشتون اومد، ممنون میشم که لایک و سابسکرایب رو بزنید. دیگه وقتتون رو نمیگیرم، بریم سراغ آموزش. در ابتدا اولین کاری که باید انجام بدیم برای اینکه این اشتراک 30 روزه ایزد وی پی ان رو دریافت بکنیم، باید یه وی پی انتون رو روشن بکنید. حالا فرقی نمیکنه با گوشی بخواید این کار رو انجام بدید یا بخواید با سیستم این کار رو انجام بدید. به هر حال یه وی پی ان رو اول کاری روشن بذارید که من اینجا آی پی سیف رو روشن گذاشتم. اگه نحوه ساخت آی پی سیف هم دوست داشتید میتونید برید تو اولین ویدیویی که گذاشتم ببینید. به یه سرور وصل میشید و وارد این آدرسی میشید که من الان براتون وارد میکنم. مرورگرتون رو باز میکنید، فرقی نمیکنه چه مرورگری باشه. حالا من اینجا با کروم میرم. ببینید عینا همین آدرس رو تو این قسمت نوار آدرس وارد میکنید و واردش میشید. وقتی که وارد این محیط شدید، باید فرآیند ثبت نام رو انجام بدید که از قسمت سمت راست اگه دقت بکنید نوشته که برای حساب ایجاد حساب و شروع کردن باید ایمیل وارد بکنید که اینجا ازتون ایمیل میخواد. اینجا میتونید ایمیل اصلی خودتون رو وارد بکنید یا میتونید جیمیل بدید یا اینکه میتونید ایمیل یک بار مصرف بدید که ایمیل یک بار مصرف خب خیلی راحت‌تر و خیلی سریع‌تر هم انجام میشه فرآیند ثبت نامش. پس بریم که یه ایمیل یه بار مصرف اینجا وارد بکنیم و ثبت نامش رو انجام بدیم. من یه دونه تب باز میکنم اینجا. وارد گوگل بشید، بزنید تمپ میل تا این ایمیل یه بار مصرف براتون باز بشه. ببینید این آدرس سایت یه بار مصرفیه که ایمیل میده. وقتی که واردش شدید، حالا من این کپچا رو بزنم. وقتی که واردش میشید اینجا شروع میکنه براتون یه دونه رندوم ایمیل میسازه که اونو کپی میکنیم و واردش میکنیم. حالا چون من اینو احتمال میدم که استفاده کرده باشم، یه بار دیلیت میکنم که به مشکل نخوره. خب حالا این آدرس رو بهمون داد. اینجا گزینه کپی رو میزنیم که کپی انجام بشه. بعد میایم وارد همون محیط سایت ایزد وی پی ان میشیم. ایمیل رو اینجا وارد میکنیم، کنتینیو ویت ایمیل رو میزنیم و اینجا از همون میخواد که پسورد وارد بکنید. حالا البته الان اینی که الان خودش داد رمز پیشنهادیه. حالا ما همینو وارد میکنیم، فرقی نمیکنه. من همینو وارد میکنم. ما این پسورد رو وارد میکنیم. یه جا هم این آدرس و پسورد و ایمیلی که میگیریدم حتما وارد بکنید. من اینم بهتون بگم. حالا من اینجا یه جا سیو میکنم این پسورد به فرض، اینم آدرس. وقتی که این کار رو انجام دادید، رمزتون هم وارد کردید، دقت داشته باشید تو رمزتون باید ترکیبی از حروف و اعداد و این چیزا باشه. مثلا دارم میگم ادساین، مثلا امیر، یه آندرلاین، یه خط فاصله‌ای بدید یا درصدی بذارید، علامت سوالی بذارید، بعد یه عدد کنارش بزنید. که زیاد سخت نمیگیره روی پسورد وارد کردن و این چیزا. وقتی که وارد کردید این قسمت پایین که نوشته کانتری، یه نکته‌ای هست که حتما باید دقت بکنید. کانتری همیشه باید روی یونایتد استیتس باشه، اصلا نباید روی اون لوکیشنی باشه که با فیلتر شکن وارد میشید. ببینید الان من چون فیلتر شکنم استرالیا بود اینجا استرالیا زده، ولی اینو همیشه دقت بکنید که با هر فیلتر شکنی که وارد این محیطی سایت شدید برای ثبت نام حتما باید یونایتد استیت رو
انتخاب بکنید. هیچ کشور دیگه‌ای به جز این انتخاب بکنید قبول نیست. من اینجا یونایتد استیت رو قبول میکنم. این تیکم بزنید و در نهایت رو گزینه ایجاد اکانت بزنید. یکم که صبر کنیم وارد محیط سایت میشیم. وقتی که وارد شدید براتون یه پنجره باز میشه. تو اینجا یه گزینه‌ای داره نوشته recent verification email که باید یه پیامی برای ایمیلتون میاد که باید برید اون رو وریفای بکنید. اینجا روی این گزینه ریسنت میزنید. همچین پیغامی رو که دیدید میاید تو ایمیل یک بار مصرفتون و میبینید که براتون پیام اومده. البته اینجا دوتاش یکی ها، فکر نکنید دوتا پیام مختلف. هر کدوم باز کردید مشکل نداره. پیامی که براتون فرستاده رو باز میکنید. بعد اینجا ازتون تشکر کرده و یه گزینه گذاشته Confirm Registration برای وریفای کردن حسابتونه. اینو حتما بزنید روش تا براتون انجام بشه. البته اینجا الان فکر کنم بذار یه بار دیگه بزنم، فکر کنم چون دو تا لینک فرستاده بود احتمالاً یه مشکلی داشت. الان درست میشه. خب همیشه سعی کنید رو اولین پیامش بزنید. حالا بعضی وقتا این اتفاق میفته. وقتی که روی گزینه زدید وریفای انجام میشه، ببینید الان وریفایش انجام شد و وارد همون محیط کاربریتون شد. یعنی شما نیاز نیست دوباره برگردید تو اون تب چیز، از طریق همون ایمیل یه بار مصرف وارد محیطش شد. که حالا اینجا شما کاری که باید انجام بدید تا اون اشتراک 30 روزش رو دریافت بکنید اینه که روی گزینه Get Start کلیک بکنید. من اینجا گزینه Get Start رو میزنم. اینجا 3 تا گزینه میاره براتون بالا که آخرین گزینه که نوشته Try Is It For Free رو انتخاب میکنید. خب تو این قسمت هم گزینه پروتکل Protect Your Small Business رو انتخاب میکنید و تو این قسمت هم View Trial Details رو انتخاب میکنید. دقت بکنید حتما این گزینه‌ای که میگم انتخاب بکنید، چون گزینه دیگه انتخاب بکنید احتمالاً براتون اشتراکش فعال نمیشه. روی گزینه Continue میزنید. وقتی با همچین صفحه‌ای روبرو شدید میاید و از قسمت نوار سایت ببینید اینجا چند تا گزینه داره. اگه سمت چپ ویدیوی من رو نگاه بکنید با موس روش گرفتم میبینید کدوم گزینه رو میگم. اینی که یه حالت شکل وای فای مانند داره نوشته VPN که بذار ببینم همینه. آره همینه. رو VPN میزنید. خب رو همین گزینه میزنید براتون این صفحه باز میشه. خب بعد میایید روی اولین گزینه‌ای که نوشته VPN Explore Future، روی این گزینه که نوشته Explore Future میزنید تا باز بشه. توی این قسمت حتما فقط باید روی اون آدرس ایمیل بزنید که خودتون وارد کردید. روی این مثبته اصلا نزنید. این چیزی است. میایید اینجا ایمیلی که از قبل وارد کردید و اینجا انتخاب میکنید. Continue رو میزنید. حالا اینجا بسته به این که شما میخواید رو چند تا دیوایس اکانت 30 روزه فعال بشه اینجا انتخاب میکنید. به فرض نهایت کدایی که میتونه اینجا براتون بسازه 10 تا. حالا بهتون میگم این کدا چیه. این کدا یه جور رمز ورود میمونه برای اون برنامه VPNی که میخواد وارد بشید که اونا رو باید بگیرید که وارد بشید. اینجا میتونید تعداد تعیین کنید که چند تا از اون کدا براتون بسازه. حالا من اینجا براتون 10 تا رو قرار میدم که همین ویدیو صرفا جنبه آموزشی داشته باشه، همین که بتونید از این کدا
بت بزنید استفاده بکنید. خب وقتی که حالا تعدادش رو وارد کردید، اینجا روی send instructions میزنید تا براتون ارسال بشه به همون ایمیل یک بار مصرفی که بهتون گفتم. حالا وارد ایمیل یک بار مصرف میشید، چون براتون پیام فرستاده. اجازه بدید که من اینجا رفرش بکنم. خب حالا که وارد ایمیل یک بار مصرف شد، میبینید که یه پیام اومده. اینجا نوشته که EasyVPN Setup Instructions. روی همچین گزینه‌ای باید کلیک بکنید، رو گزینه‌های دیگه اصلا نزنید. رو Setup Instruction میزنید تا باز بشه پیامش. ببینید وقتی که بازش بکنید یه صفحه میبینید به این شکل که چند تا کد براتون داده. ببینید 10 تا کده. میبینید رو هر کدوم از این کدا رو اگه شما کپی کنید میتونید روی یه دونه دیوایس فقط انجامش بدید تا وارد بشه. پس حواستون باشه اگه این یه دونه رو بزنید احتمال خیلی زیاد دیگه نمیتونید هم یه دونه کد رو روی دیوایس دیگه‌تون بزنید. هر کد برای یه دونه دیوایس طراحی شده. این حواستون باشه. و اینکه حالا من اینجا اجازه بدید همه اینا رو کپی کنم که البته کپی هم نکردیم ولی من اینجا کپی میکنم که شما هم خواستید کپی کنید اینجا کنار داشته باشید. ببین من اینجا کپی کردم کدا رو. حالا کاری که شما باید اول انجام بدید که وارد حساب کاربریتون بشید اینه که یه دونه از این کدا رو بیاید وارد بکنید که اینجا حالا من به فرض اولین کد رو انتخاب میکنم، این کد رو کپی میکنم و میام وارد برنامهش میکنم. ببینید برنامهش اینه، نوشته EasyVPN. اگر که نصب ندارید این برنامه رو، من لینک دانلودش رو الان بهتون نشون میدم ببینید. ببینید این لینک دانلودشه. البته این نسخه ویندوزیشه. این نسخه ویندوزیشه که من براتون اینجا آبی میکنم. میتونید عکس بگیرید با گوشیتون دیگه، مستقیم همین رو بزنید خودش مستقیم دانلود میشه برای ویندوزتون. اگرم برای گوشی خواستید دانلودش بکنید میتونید بیایید داخل پلی استورتون، بعد بنویسید EasyVPN. اگه EasyVPN رو به دقیقا همین شکلی که زیر آیکونش نوشته شده وارد بکنید، یه همچین اپلیکیشنی رو میبینید که همین رو دانلود میکنید و خیلی راحت هم هست نصبش دیگه. بعد که دانلودش کردید و کد رو هم داشتید، من کد رو کپی میکنم. حالا چیکار میکنید؟ حالا میاید VPN تون رو قطع میکنید دیگه. تا اینجای کار الان 90% راه رو اومدید. VPN تون رو قطع میکنید و اجازه بدید که من بسام تمام شد. بذارید من با یه VPN دیگه به یه وای فای دیگه وصل بشم که نت داشته باشم. خب وقتی که VPN تون رو قطع کردید دقت داشته باشید بدون VPN باید این کد رو وارد بکنید. با VPN ممکنه به مشکل بخورید. میایید وارد برنامه میشید. اینجا ازتون کد میخواد. میبینید این همون کدیه که شما باید اینجا وارد بکنید. یعنی هر کدوم این کدایی که خواستید ساختید و میتونید بیایید وارد بکنید. فقط حواستون باشه همونطور که گفتم فقط هر کد برای یه دیوایس جواب میده. من اینجا کدی که انتخاب کردم وارد میکنم، روی گزینه Activate میزنم و صبر بکنیم تا اکانتمون بالا بیاد. همین شکلی که ملاحظه میکنید ببینید اینجا الان وارد محیط VPN شدیم و دیگه فرآیند ثبت نامش کامل انجام شد و تنها کاری که شما باید الان انجام بدید اینه که بیاید تست بکنید ببینید کدوم لوکیشن سازگاری داره با منطقه شما و کانکت میشه. من اینجا الان روی این قسمت اگه کلیک بکنید میتونید هر کدوم از این سرورهایی که میخواید رو انتخاب بکنید. البته من اینجا الان میام روی آلمان انتخاب میکنم
دیگه برای همه سروراش راحت وصل میشه، با مشکلی نداره. میاید و روی کدومش میزنید. اصولا تنظیمات اولیش روی حالا ممکن رو وارگارد باشه یا ممکنه روی TCP UDP همچین چیزایی باشه. اگه دیدید کانکت نشد از اینجا عوضش کنید. ببینید الان برای من کانکت نمیشه، یعنی رو پروتکل وارگارد مشکل داره، چون نتم خونگیه روی یه سری چیز بالا میاد. ببینید الان مثلا من روی این حالت میذارم IKEV2 اینجا تست میکنیم ببینیم که کانکت میشه یا نه. خب ببینید الان اینجا کانکت شد. اینجا خیلی دقت بکنید، بسته به نوع اون اپراتوری داره که وارد میشید باید بیاید و تست بکنید ببینید کدوم پروتکل‌ها جواب میده. یعنی اگه یه پروتکل جواب بده دیگه همه سرورها رو اون یه دونه پروتکل قطعا جواب میدن. ببینید الان من اینجا روی IKEV2 گذاشتم چون نتم خونگیه با این جواب داد. حالا میتونید بعد به تست بکنید روی پروتکل‌ها دونه دونه ببینید رو کدوم وصل میشه. بیشتر روی همین گزینه‌ای که بهتون گفتم با گزینه UDP و TCP و وارگارد اوکیه. خب من اینجا همونطور که میبینید الان اوکی شد و حالا برای تست باز شدن یوتیوبش هم براتون یوتیوب رو باز میکنم که ببینید به چه صورته. البته چون نت من خونگی و ضعیفه یکم خب کند ممکنه بالا بیاره برای من، خب سریع بالا آورد و مشکلی نداشت. خب همونطور که میبینید ببینید این سرعت باز شدنشه که حالا میتونید بذارید یه ویدیو هم باز کنم که براتون، حالا یه ویدیویی باشه که نمیخوام جنبه تبلیغ داشته باشه. خب اینجا به فرض من همین رو باز میکنم ببینید که رو چه کیفیتی باز میشه. این ویدیو رو باز کردم کیفیتش رو بذارم روی 480 رو 720 بذاریم ببینیم که چطوری باز میکنه. خب ببینید که بدون هیچ مشکلی باز میکنه. البته اگه من کوالیتیش رو بالا ببرم احتمالاً چون سرعت وای فای هم پایینه کفاف نمیده، ولی برای شما که حالا با نت سیم کارت و این چیزا امتحان کنید سرعتتون خوب باشه قاعدتاً تمیز و سریع براتون هر سایتی که بخواید رو بالا میاره. خیلی ممنون که تا اینجای این ویدیو با من همراه بودید و تماشا کردین این ویدیو رو. اگر که این ویدیو براتون مفید بوده خیلی ممنون میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک هم بزنید کنارش. دمتون گرم تا ویدیوی دیگه. خدا نگهدارتون.